مثلا این صنف نیشترشکلون است. نیشترشکلون شنو شوید. این صنف اسیدیا اسیدیاها. این صنف دهانگیردان میباشد. دهانگیردان. این صنف مایع‌های استخوانی است. مایع‌های استخوانی. این صنف مایع‌های تقویتی است. مایع‌های تقویتی. خب این صنف آبخوکی‌ها است. آبخوکی‌ها. این صنف خزنده‌ها است. خزنده‌ها. این صنف پرنده‌ها است. پرنده‌ها. خب و اینک صنف شیرخوران. صنف شیرخوران است. یعنی از هر یک صنف یک تعیین نماینده به شما آوریم تا با شما درباره این تیپ خوردران با هر یک نماینده‌اش شناس شویم. حاصل شوی مغز سر و کاسه‌خانه سر در تیپ خوردران. در خوردران از قسمت پیشی خورده حاصل می شود کاسه‌خانه سر. در همه نماینده اصلا در زیر تیپ مرداران، در زیر تیپ سه مرداران بود، در زیر تیپ مرداران زیر تیپ مرداران به عبارت دیگر کاسه صدران میگن. برای اون کاسه صدران میگن که در همون زیر تیپ از قسمت پیشی خورده حاصل می شود کاسه‌خانه سر، از قسمت قفای خورده حاصل می شود سموره. از پیش کاسه‌خانه سر، از قفا چی سموره می شود. فقط در زیر تیپ سیوم، در زیر تیپ کاسه سرداران. خب نشه حساب از قسمت پیش نیشه عصب حاصل می شود مغز سر. یعنی مغز سر حاصل می شود از قسمت پیش نیشه عصب. از قسمت قفای نیشه عصب حاصل می شود هرامغز. بنابر همین وقتی که از قسمت پیشی نیشه عصب مغز سر حاصل می شود، مغز سر واردی کاسه‌خانه سر می شود. این جایگاه شده در درون کاسه‌خانه سر. از قسمت قفای نیشه عصب حاصل می شود هرامغز. بنابراین هرامغز جایگاه شده است در خالگی کانال سموره جایگاه شده است. این بود حاصل شوی مثلا کاسه‌خانه سر و چی سموره و حاصل شوی مغز سر و هرامغز تیپی خوردران. خب ساختی مغز خوردران. اصلا مغز سر خوردران 5 قسم داره. 5 قسمت داره که ما در درس‌های پیشین بعداً برای شما معلومات میدیم. مثلا این مغز سری ماهی‌ها است. مغز سری ماهی‌ها. این مغز سری خب آبخوکی‌ها است. آبخوکی‌ها است. این مغز سری خزنده‌ها است. خزنده‌ها میباشد. این مغز سری پرنده‌ها است. پرنده‌ها. و این مغز سری شیرخوران است. مغز سری شیرخوران. خب مثال وابسته به هر یک صنف مغز سر آسا مرکب شده می‌رود. سیستم هاضمه. در این اسلاید به شما معلومات میدم درباره سیستم هاضمه همه نماینده‌های خوردران. خب سیستم هاضمه خوردران چون بیستمورها از 3 قسمت عبارت است. چند قسمت؟ 3 قسمت. داره قسمت پیش، داره قسمت مابین، داره قسمت قفا. داره قسمتش قفا. مثلا از این قسمت نکنید، از این قسمت یعنی از کاوگی دهان خب تا قسمت معده ها را نه قسمت تا روده ها را من این قسمت تا این قسمت همش داخل میشه به قسمت پیش هاضمه. به قسمتش پیش هاضمه. خب روده ها این قسمت داخل میشوند به مابین، یعنی روده باریک و قفس داخل میشوند به قسمت مابین هاضمه و روده راست قطعی مقعد یا کلواکه داخل میشد به قسمت قفای سیستم هاضمه. یعنی سیستم هاضمه خوردران 3 قسم داره. قسمت پیش، قسمت مابین و قسمتش قفا. این بود معلومات درباره سیستم هاضمه خوردران. خب سیستم نفسکشی همه خوردران این شوش و قلسمه. این در بعضی خوردران سیستم نفسکشی شوش است. شوش است. و در بعضی خوردران سیستم نفسکشی این چی است؟ قلسمه هست. خب در صنف دهانگیردان дарси пурраро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед. Ссилкаи он дар описание гузошта шудааст.